تعصب چیست؟ فرد متعصب کیست؟ برخی خصلت‌ها عامل مهمی در خروج انسان از اعتدال شخصیتی به حساب می‌آیند. این خصلت‌ها علاوه بر آنکه نگرش و طرز فکر آدمی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، بر رفتار او نیز آثار مخرب و زیانباری به جای می‌گذارند، به گونه‌ای که سلامت روانی آدمی را تحت تأثیر آثار منفی و نامطلوب خود قرار می‌دهند. یکی از این خصلت‌ها که شخص را تحت کنترل کامل خود در می‌آورد و از انسانی که باید احترام به نظرات و عقاید مختلف و متفاوت با خود را سرلوحه کار خود قرار دهد، یک انسان نابینا و ناشنوا در هر آنچه که متفاوت با او هست می‌سازد، خصلت تعصب است. واژه تعصب به معنای آن است که شخص نسبت به چیزی یا کسی واکنش‌های عاطفی و احساسی به دور از هر گونه معیار عقلانی داشته باشد. در حقیقت تعصب احساسی قوی و شدید و عاطفی است که برگرفته از وابستگی شدید به امری یا کسی می باشد. بنابراین تعصب خصلتی است که شخص را به حمایت بیچون و چرا از افراد از جمله خانواده و خویشان یا قوم و قبیله و کشور و نژاد، چه ظالم باشند و چه مظلوم، وادار می سازد. از این رو شخص بدون هیچ دلیل منطقی تنها بر پایه احساس و عواطف برخاسته از تعصبات خویشی و قومی و نژادی به دفاع از خود و آنها و باورهایش می پردازد. از این رو به کسی که کورکورانه و بدون دلایل منطقی از چیزی یا کسی طرفداری سرسختانه می کند، یک فرد متعصب می گویند. بنابراین می توان تعصب را نوعی بیماری در انتخاب افراد و اشیا و علایق شخصی نیز تلقی کرد. بیماری که به فرد اجازه انتخاب درست را نمی دهد. فرد متعصب قادر به تغییر نظر خود نمی باشد و استانداردهای بسیار سخت و سفت و آستانه تحمل پایینی برای آرا و نظرهای مخالف دارد. این فرد نسبت به ارزش‌های طرف مقابل خود بی‌اعتنا بوده و تنها خواستار تحمیل افکار خود بر دیگران است. چنین شخصی هنگامی که در رابطه با موضوعی مانند کشور و ملت خود صحبت می‌کند، به گونه‌ای صحبت می‌کند که گویی تنها کشوری که او در آن زندگی می‌کند بهترین کشور و ملت بوده و دیگر کشورها و ملت‌ها فاقد هر گونه شایستگی می‌باشند. برای مثال در رابطه با این مسئله قدیمی که می‌گوییم هنر نزد ایرانیان است و بس، کسانی هستند که از باب طنز برای شوخی با کسی یا تشویق کسی آن را مطرح نموده، ولی کسانی هم هستند که واقعاً چنین اعتقاد و باور راسخی دارند که هنر تنها نزد ایرانیان است و بس و قبولدار نمی‌شوند که مثلا اهرام ثلاثه مصر، نقاشی‌های داوینچی، داستان‌های تولستوی و بسیاری از هنرهای دیگر در کشورهای دیگر نیز اثرهای هنری فوق‌العاده‌ای هستند. چنین تعصباتی اگر در فرد یا گروهی رخنه کند، از این قدرت برخوردار است که آرام آرام باعث وقایع بسیار ناگوار و فجیعی شوند که نمونه‌ای از آن تعصبات بیمارگونه آلمان نازی را میتوان عنوان نمود که منجر به کشتار این چنین در سطح جهانی شد که تاکنون از اذهان جهانیان پاک نگشته است. تعصب در ذهن هر شخص و یا به صورت عظیم آن در هر کشوری به گونه‌ای ظاهر می شود. بتپرستی، نژادپرستی، دین پرستی که منظور تعصب و باور اشتباهی است که مذهب و دین من از همه برتر و کاملتر است و برای اثبات قضیه بهتر بودن آن حاضرم بدترین اعمال را انجام دهم که امروزه در رسانه ها بسیار میشنویم و میبینیم که تعصب میتواند تا بدانجا پیش رود که شخصی برای اینکه اشخاصی متفاوت با او فکر و عمل میکنند به خودش بمبی بسته و خود را در میان جمعیتی منفجر میکند. اینها نمونه هایی هستند که میتوانند ما را به یک انسان خودخواه و به مرور زمان به یک بیمار بسیار خطرناک تبدیل کنند. البته ذکر این نکته بسیار مهم است که زمانی که عنوان می شود تعصب نسبت به هر امری اشتباه و مضر است،
منظور خنثی و بی‌تفاوت بودن نسبت به مسائل و اشخاص و امور نمی باشد. ما می توانیم خانواده، دین و مذهبمان، تیم ورزشی مورد علاقه‌مان و هر چیز دیگر را دوست داشته و قبول داشته باشیم بدون آنکه نسبت به آن تعصب به خرج دهیم و به کسانی که متفاوت با ما هستند ضرر و آسیب برسانیم. یکی از عواملی که باعث می شود فرد دچار بیماری تعصب گردد این است که افراد متعصب همه چیز را با معیارهای بستگان و گذشتگان خیش می سنجند. از این رو هر اندیشه و تفکری را که در میان آنها از سابقه و پیشینه‌ای برخوردار نباشد به عنوان اندیشه باطل و نادرستی به کناری می نهند و تأکیدشان بر این است که ما این مسائل و مطالب را تاکنون از گذشتگان و پدران خیش نشنیده ایم و اگر مطلب درست و به حقی بود حتما گذشتگان آن را مطرح می کردند و ما چیزی درباره آن می شنیدیم و یا عنوان می کنند که ما چون با اندیشه ها و سنت ها و آداب اجدادی خیش انس و الفت گرفته ایم نمی توانیم برخلاف آن عمل کنیم و اندیشه و بینش جدیدی را بپذیریم و این گونه است که با هر شناخت جدید و به حقی مقابله می کنند. در حقیقت یکی از عوامل خرافات و سنت‌های غیر عقلانی هم همین تعصباتی است که از نیاکان خود به دوش کشیده ایم و حاضر به تغییر آنها هم نمی باشیم. متاسفانه در بعضی از مناطق تعصب به عنوان یک ویژگی مثبت قلمداد شده است و از آن حمله بر غیرت و شرف و مردانگی یاد می شود. در هنگام رویارویی با افراد تعصبی بهترین سلاحی که می توان از آن استفاده کرد بهره‌گیری از آرامش و بردباری است. زیرا افکار تعصبی افکاری نیستند که به راحتی قابل تغییر باشند و در مواقعی تعصبات افرادی بسیار شدید است و ادامه صحبت با آنها می تواند آسیب‌هایی را برایمان به دنبال داشته باشد که در این مواقع یا بهتر است بحث را متوقف کرده و یا با نرمی و هوشیاری خاصی به ادامه صحبت با آنها بپردازیم. در واقع در بعضی از افراد تعصب مثل مردمک چشم میماند که هرچه نور بیشتری به آن بتابد تنگتر و تنگتر می شود. و آگاهی از این موضوع می تواند بسیار کمک کننده باشد که بدانیم جایی که تعصب از در وارد شود منطق از دیوار فرار می کند و جایی هم که منطق فرار کند دیگر جای ماندن نیست. در پایان می توان گفت تعصب داشتن برای چیزی که درست هم هست کاری اشتباه است، زیرا باید این را مد نظر داشته باشیم که ممکن است حتی به احتمال بسیار کم به اشتباه فکر می کنیم که موضوع مورد نظرمان درست می باشد و همیشه باید ذهن خود را برای مطالب جدید و بهتر بازگذاریم و آماده پذیرش آنها باشیم. به عبارتی ما باید عاشق نور باشیم از هر چراغی که بتابد. ما باید عاشق گل باشیم از هر باغی که بروید. ما باید خواهان حقیقت باشیم از هر منبعی که ظاهر شود. تنها تمسک و دلبستگی به یک چراغ مانع می شود تا قدر نوری را که از چراغ‌های دیگر میتابند بدانیم.